اول از همه به این حالت بچه رو روی شکم قرار میدیم که شکمش روی دست شما باشه و دو تا پا دو طرف دست شما باشه. با دست دیگه‌تون حتما باید گردن بچه رو به این حالت نگه بدارین و اگر که کودک سنگین باشه که نمیتونین با دست بگیرین، میتونین از پاتون کمک بگیرین و یا حتی میتونین زانو بزنین. فقط دقت بکنین که سر کودک پایین‌تر از تنه اون باشه و با دست دیگه‌تون ضربه رو بین دو تا کتف اون به پشت وارد میکنین به این ترتیب تا جسم خارجی خارج بشه. اگر که این مانور کمک نکرد، میتونید بچه رو به عقب برگردونید. باز به همین ترتیب دست شما باید زیر تنه قرار بگیره، دو تا پا دو طرف دست شما باشه و با دستتون کاملا گردن اون رو و سرش رو در واقع حمایت کنید و حتما به عقب که دهان باز باشه و دوباره سر باید پایینتر از تنه قرار بگیره و این بار با 2 انگشت روی قفسه سینه به این حالت فشار بدید و بلافاصله برمیگردونین و به این شکل تا جسم خارجی خارج بشه. برای کودکان حتما باید بعد از خروج جسم خارجی اون رو پیش پزشک ببرین تا از سلامتی اندام‌های داخلی مطمئن بشین.